الرحيم يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ای کاش فلانی را رفیق نمی گرفتم، ای کاش فلانی را رفیق نمی گرفتم. این آرزوی هشتمه که در روز قیامت مجرمان، فاسقان، ظالمان، متکبران، اونهایی که به خاطر رفیق خود الله را ناراض کردن، به خاطر رفیق خود رسول الله را ناراض کردن، به خاطر رفیق خودشان دین الله را زیر پا کردن، روز قیامت چی آرزو میکنن؟ یا ویلتا، ای وای بر من، یا لیتنی، ای کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش فلانی را به رفاقت نمی گرفتن. پیش از اینکه آرزو را بکنیم، پیش از اینکه آرزو را بکنیم، بیایم که رفیقای خود چنج میکنیم. من هم رفیق دارم، خیلی رفیق دارم. من رفیق قمارباز دارم، شرابی دارم، زناکار دارم، اما وقتی که در کنار من بنشینن توبه میکنن، وقتی در کنار من بنشینن شرمنده میشوند، در کنار من بنشینن پشیمان میشوند. بیا عزیز من، اگر دوستش داری، اگر رفیق تو هست، دستش را بگیر، هر دویتان داخل جنت شوید. من نمیخواهم رفیقت را داخل جهنم بفرستی. من آرزو دارم دست رفیق زناکار، شرابی، دوست، قمارباز همه بنده خدا هستن و امت محمد امین هستن صلی الله علیه و سلم. دستش را بگیر داخل جنت، دستش را بگیر، بیار به مسجد صحبت علما بشنود. بعضی از جوانان تماس میگیرن، جناب مولانا خواهر من نماز نمیخواند. من شنیدم که برادر مسئولیت داره. فدای تو شما ای جوان، بنازم تو جوانه که تو مسئولیت پذیر شدی، به خاطر خواهر درد میکشی، به خاطر مادر درد میکشی. جوان پیش من آمد و من گفت جناب مولانا پدر من 60 ساله است زنا میکنه، من خبر دارم، چند بار گیر کردم، اما یک کار بکن، من چی کار کنم که پدر من دست از زنا برداره؟ بنازم به تو جوان، بنازم به تو جوان. ایره بدانی که رسول خدا هم افتخار میکند به تو جوان، الله هم فخر میکند در صف فرشتگان به وجود تو جوان، که تو جوان هستی. ترس خدا تو را نگران کرده، تو جوان هستی. رفتن پدرت به جهنم تو را نگران کرده. نمیخوایی پدرت بسوزد، مادرت بسوزد، خواهرت بسوزد. بنازم به تو جوان، نگران نباش، دعا کن. من هم دعا میکنم پروردگار پدرت را توفیق نصیب بگرداند. یا لیتنی اتخذت، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش فلانی را به رفاقت نمیگرفتم. پس بیاییم عزیزان من، اونهایی که میشوند دستشان را بگیرین به جنت ببرین. اونهایی که نمیشوند، میبینی که ضعیف هستی، بی اراده هستی، ضعیف الاراده هستی، تو را از راه میکشد. کوچه خود را جدا کن، رفاقت را به اون ببر که نشود روز قیامت افسوس بخوری ولی فایده نکند، افسوس بخوری فایده نکند. نهم آرزویی که روز قیامت خلائق میکنند، انسان ها میکنند، چه میگن؟ یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. چه امروز کفار به سر ما میخندن، چه امروز کفار به سر ما میخندن. الله در یکی از آیه های قرآن میگه بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. مجرمان در دنیا سر مسلمانان میخندن، امروز سر ریش صوفی مردم میخندند، سر پشتاره تبلیغی امروز مردم میخندند. ای برادر تبلیغی من، ای برادر صوفی من، اگر امروز سر سرمه چشمان تو مردم میخندند، روز قیامت باز تو سر تختهای از نور نشسته هستی، سر مجرمان میخندی. نگران نباش، الله این حالت را ترسیم کرده. مجرمان در دنیا سر مؤمنان میخندند. به لنگی مولا مردم امروز میخندند، به گریه مولا امروز مردم میخندند، به گریه جوان مردم میخندند. شکایت ها میآیند که فلانی ها خیلی مثل زنا گریه میکنند. یا برادر من به تو یک توصیه میکنم، تو هم
گریه بکن که رسول خدا مردان را صفتش را گریه بیان کرد. زنان به خاطر لب شیرین گریه میکنن، زنان به خاطر رفتن به لباس هتل گریه میکنن، ولی مردان از ترس خدا گریه میکنن، از ترس خدا گریه میکنن. میخندن مجرمان در دنیا سر شما. ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون. وقتی که مسلمان ها از کنارشان رد میشوند و یکی دیگرشان چشمک میزنه، بی بیچاره. الله ترسیم کرده حالات کفار را که چه رقمی حالات دارن در دنیا، سر ما میخندن، ولی در روز قیامت باز مسلمان ها سر کفار میخندن، مسلمان ها سر مجرمان میخندن، سر تقوی ها نشسته هستن. در روز قیامت وقتی مسلمان ها در رفاه و آسایشی میرسن، وقتی به ناز و نعمت میرسن، وقتی به جنت میرسن، وقتی رضای الله اعلان میشود برشان، وقتی در کنار محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار میگیرن، اونجا کفار چی میگن؟ فاجران چی میگن؟ فاسقان چی میگن؟ یا لیتنی کنت معهم، ای کاش من هم امرایم اینا می بودم، ای کاش من هم امرایم اینا می بودم. فافوز فوزا عظیما، که به یک کامیابی بزرگ دست پیدا می کرده، به یک کامیابی بزرگ نائل می شدم، ای کاش در کنار مؤمنان می بودم. شماره 10 آرزویی که پس از مرگ انسان ها می کنند. 10 آرزو، فقط 10 آرزو پس از مرگ انسان ها دارن. الحمدلله ما در وقت زندگی هر 10 آرزو را فهمیدیم. امیدوار هستیم که الله جل مجدود و ما شما توفیق نصیب بگرداند که کار را بکنیم که در روز قیامت آرزو نکنیم. آخرین آرزو، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. ایرم گوساله پرستای هندو، سکا، مشرکین، بودایی ها، اونهایی که سر خدای ما میخندن، اونهایی که رفتن به خدا قسم این چه عقل و منطق است که میرون فضله گاو را میگیرن به سر صورت خود میمالن، میگن برکت پیدا کنیم، میرن پیشاب گاو را میگیرن مینوشن، میگه ما نعوذ بالله پیشاب خدای خود را نوشیدیم. این چه عقل و منطق است؟ ای مسلمان، چرا دنبال اون دوی گاو پرست رفتی؟ چرا امروز تو تقلید میکنی از بچه فیلم و دختر فیلمی که گاو میپرسته؟ تو خیلی با ارزشی، خالق آسمان ها و زمین را میپرستی، ولی پیش گاو رفته سجده میکنه. در هندوستان 1 میلیون موش پرست وجود داره، 3 میلیون ذکر پرست وجود داره. آلی تناسلی مردار خدا میگن. نعوذ بالله. شما خبر دارین از اینا؟ شما در یوتیوب شاید ببینین، در صفحات مجازی میبینین شرمگاه زنان را 1 میلیون پرستنده داره در هندوستان. ولی مشرکین در روز قیامت چه میگن؟ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. ای کاش به خدای خود چیز شریک مقرر نمیکردیم، ای کاش به پروردگار خود چیزی را شریک مقرر نمیکردیم. پس عزیز من، به زیارت قبر برو، مستحب و سنت است، ولی قبر نپرست. از قبر چیز طلب نکن، از قبر مدد طلب نکن، از قبر ولد نخوا، از قبر روزی نخوا، از مرده نخوا که گناههای تو را ببخشه، از مرده نخوا که به تو ولد بدهد، از مرده نخوا که مریضی تو را شفا بدهد. با آواز بلند میشنوم شفا دهنده کیست؟ روزی دهنده کی است؟ مشکل که باز میکنه، مشکل گشا، حاجت برا، حاجت روا کیست؟ پس وقتی تو الله مهربان و نازدانه‌ای داریم که در هر جای آواز من و تو را میشنود، دیگر چه نیاز است به مرده‌ای که آواز تو را نمیشنود؟ به عقیده یک عده از صحابه و بزرگان دین مرده ها نمیشنوند، و اگر بشنوند به عقیده بعض اهل سنت، اونها نمیتوانند اجابت بکنند، اونها نمیتوانند مشکل تو را حل بکنند. پیر خود را احترام داشته باش، اما پیر را عبادت نکن، پیر را به خدا شریک مقرر نکن.
نگو پیر از همه حالات ما با خبر است، نگو پیر حاضر و ناظر است. و پیر خود احترام بگذار، به خاطر احترام به پیر تو را به کمال میرسانه. ولی پیر خود را خدای خود قرار نده. با عالم احترام بگذار، ولی عالم را در کنار خدای خود قرار نده. به رسول الله صلی الله علیه و سلم که کل ما فدایش یک بار با آواز